امروز میخوام ببرمتون لرستان، جایی که نون و نمک حرمت ویژه‌ای داره. سلام رفقا، تو روز 18 چالشمون می‌خوایم زیر برنجی لری درست بکنیم. گوشت دست گوسفند رو تو قطعات درشت خورد میکنم. اگه دلیل سوراخ کردن اون استخوان رو هم میدونید تو کامنت ها برام بنویسید. حالا گوشت رو با روغن فراوون و پیاز خلال شده تو این سرویس جذاب تفلون کویر کمی تفت میدم، بعد بهش زردچوبه و فلفل سیاه و آب جوش اضافه میکنم. 2 ساعت میپزم. برنجم آبکش میکنم، تهدیگ دلخواهم رو میذارم تو برنجم، حفره ایجاد میکنم تا خمیر نشه و با روغن حیوانی 40 دقیقه دمش میکنم. حالا نمک گوشت رو اندازه میکنم. زیر برنجم اول یه تکه نان میذارم و لایه لایه برنج و گوشت. کنارش هم حتما یادتون نره که نمک باید سرو بکنید. ته داستانم یه خورده روغن حیوانی فرد اعلی داغ بکنید و بدید رو غذا. راستی پیج رسمی تفلون کویرم تو کپشن براتون نوشتم. نوش جان.